کشاورزان میگویند که امسال از پیاز حاصل فراوان گرفته‌اند، ولی حاصلی که آماده فروش است کم خریدار دارد. پیاز زیر آفتاب تفسون زود خراب می شود. دهقانان بیم دارند که اگر حاصلشان در صحرا بماند به جای فایده ضرر می بینند. این صاحبکار میگوید در 3 هکتار زمین پیاز کاریده است، اما هنوز قسمی از حاصلش را نفروخته است. چندیمش 20 درم. ما از خود مخرجگمی چی از خودمون 50 درم بالا. اگر دهقان 1 سوم فروشش و بالی مینی که رزق روزیش هم میوه. ما همین ریسک گفتم می‌نیم تا کار وقت خودجگی دهقان دای زمین نه. ما هر سال 2 هکتار 3 هکتار میرا چه خیلی شانش ما می‌کنیم. کشاورزان آخران حاصل را از زمین میچینند. عبدالحکیم قربانوف کشاورز از شهر حصار سال دوم است که در ناحیه جیهون دهقانی میکند. حالا سرخ پیاز جمع‌آوری میکند. نظر به سال گذشته سال خیلی دشوار است وضعیت دهقانو. هم دهقانایی که مقصد در گکتر 30,000 37,000 35,000 رصد کردن همون رصدهای خودشون همین سال نگرفتن. مقصد کشاورزان ناحیه جیهون اولین شده پیاز را به بازار میبرند. امسال در این ناحیه 160,000 تن پیاز جمع‌آوری شده است. مقامات ناحیه میگوید از مشکل کشاورزان آگاه هستند و تلاش میکنند که حاصل مردم در زمین ها خراب نشود. آماده است من راهی آهن کلخوزآباد که پیازی مثال استحصال شده را صادرات کنند به جمهوری قزاقستان. مأموریت راهی آهن تاکید کردند که ما میتوانیم که در 2 روز همون محصولات پیازی که در واگن برده میشد در 2 روز به شهر چیمکند برده برسانیم. کشاورزان میگویند که به آنها در صادر کردن محصولات وعده کمک شده است، ولی از نبود طلبات به محصولاتشان نگران هستند. طبق آمار رسمی امسال از ختلان 50,364 تن پیاز به افغانستان و پاکستان و قزاقستان ارسال شده است. این مقدار نظر به همین دوره سال گذشته بیش از 2,000 تن کم است.